آن کسانی که در صفحات مجازی این کارها را میکنند حتما از اقربان و از خویشاوندایش در مدارس و در دیگر جاها درس میخواند. ما و شما و دیگر کسان باید قدر این طلبا و قدر تمام این اشخاصی که در راه علم است و در راه علم زحمت میکشند کوشش کنیم که قدر اینها را بدانیم. اگر قدر ذهنها را ما ندانیم، فرزندای دیگر داریم. یک شخص 5 تا یا 6 تا یا 7 تا یا 10 تا یا 12 تا بچه داره، 5-6 تا بچه میندازه برای کار. یک بچه ازید در راه علم، در راه علم بچه ازید فرزند ازید درس میخونه، کتاب نگاه میکنه، بالاخره قرآن میخونه، حدیث میخونه، تفسیر میخونه، حافظ میشه. این توصیه من این است که هنگامی که این فرزندا 6 تا 7 تا توجه به اینها داری، لباس خوب به اینها میخرید، کفشان خوب به اینها میخرید، موتور خوب به اینها میدهی، ولی کوشش کن که حق آن فرزند دیگه خودم ادا کنی که در مدرسه است. حق حضورم ادا کو. اگر ادا نکنی، اگر میراثی که به آن میرسه یا دیگر چیزی به آن میرسه قطع کنی، از میراث که خور خلاص کرده حق کسی بخوری که ایتو اولیا باشی به تو جنت پا خور نمیگذاری. حق کسی بخوری به عمر جنت بوی به تو نمیرسه، چی برای از که تو برت جنت. پس ایتون که هست، اینطور که هست کوشش کنیم اون فرزندای دیگر خور جمع میکنیم، به فکر این هم باشیم. فردا ای به درد جامعه ما و شما میخورد، فردا ای در همین دنیا به درد ما و شما معلومه، به همه معلومه. در همین دنیا به درد ما عالم میخورد، در صحرای محشر هم به درد ما و شما میخورد. از ما گفتن، از شما عمل کردن. خدا به خود اول عمل بده که ما معصیت بی عمل پدر نشد. خب کوشش کنیم که توصیه همین بود عزیزان و بزرگواران که به علما و به وارثین انبیا، به طلبا، به حافظا ما و شما احترام خاصی داشته باشیم. و یک چیز دیگر ها میخوایم به شما تحفه بدهم که صلات و